سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام عید بهتون خوش گذشته باشه. با یه ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای مبحث آموزش تحلیل تکنیکال در خدمتتون هستم. توی این ویدیو میخوایم مبحث روندها رو بهتون توضیح بدیم که مبحث بسیار بسیار مهم و کاربردیه و هر کسی که میخواد تریدر موفقی باشه باید روندها رو خوب بشناسه. کانال ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن کانال رو حتما فعال کنید تا اگه ویدیوهای ما آپلود شد سریعا بهتون اعلام بشه. بریم با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب دوستای عزیزم، مبحث روندها رو میخوایم بهتون توضیح بدیم. مبحث روندها بچه‌ها بسیار بسیار مبحث مهمیه و حتما این مبحث رو جدی بگیرید و از پایه و از همین الان روندها رو خیلی خوب به ذهنتون بسپارید و تمرین کنید تا ملکه ذهنتون بشه. به طور کلی ما در تحلیل تکنیکال بچه‌ها 3 نوع روند داریم. روندها در تحلیل تکنیکال یا صعودی هستند، یا نزولی هستند و یا روندها خنثی هستند که هر کدوم از این انواع روندها ویژگی‌ها و شرایط خاص خودشون رو دارند. خب گفتیم که هر کدوم از این مدل روندها یه سری شرایط و یه سری ویژگی‌هایی رو دارند که ما بهتون اینجا توضیح میدیم. اولین نوع از انواع روندها روند صعودی هستش که الان من براتون رسم میکنم و توضیحاتش رو بهتون میدم. روند صعودی روندی هست که در اون روند قیمت به صورت افزایشی حرکت بکنه، یعنی روند به صورت تدریجی به سمت بالا و در حال افزایش یافتن باشه. اما ویژگی روند صعودی چیه؟ در روند صعودی ویژگی که هست و باید یک روند صعودی اون ویژگی رو داشته باشه اینه که در روند صعودی سقف‌ها باید بالاتر از سقف‌های قبلی خودشون باشن. همونطور که می‌بینید در این روند صعودی که براتون رسم کردم، سقف دوم از سقف اول بالاتر هستش، سقف سوم از سقف دوم بالاتر و همینطور به صورت پلکانی تا الی آخر، تا جایی که روند صعودی ما ادامه دار باشه باید سقف‌ها و کف‌ها از همدیگه بالاتر باشن. ببینید در این روند صعودی که براتون رسم کردم هم سقف‌ها و هم کف‌ها از سقف و کف‌های قبلی خودشون بالاتر هستن. ببینید سقف دوم از سقف اول بالاتره، کف دوم از کف اول و به همین ترتیب الی آخر. و این روند صعودی ما تا جایی که سقف و کف‌ها از سقف و کف‌های قبلی خودشون بالاتر باشن، روند صعودی ما پابرجاست و ادامه دار هستش. اما جایی که دیگه سقف و کف‌ها از هم بالاتر نباشن و یه سری اتفاقاتی که در ویدیوهای بعد بهتون توضیح میدم اتفاق بیفته، اصطلاحاً بریک آف استراکچر اتفاق میفته و روند صعودی ما از هم پاشیده میشه و روند جدیدی در بازار شروع میشه که توضیحاتش رو حتما در ویدیوهای بعدی میدم بهتون، ولی در این ویدیو فقط میخوایم با انواع روندها و ویژگی‌های اونها آشنا بشیم که ویدیو هم زیاد طولانی نشه و وقت شما عزیزان زیاد گرفته نشه. پس گفتیم که در روند صعودی سقف و کف‌ها از سقف و کف‌های قبلی خودشون بالاتر هستن. این یک ویژگی هست که حتما یک روند صعودی باید داشته باشه. اما مدل بعدی از روندها روند نزولی هستش. اگر خاطرتون باشه گفتیم که در روند صعودی سقف‌ها و کف‌ها باید بالاتر از هم باشن، اما در روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل و عکس روند صعودی هستش. در روند نزولی قیمت به صورت کاهشی و رو به پایین حرکت میکنه و ما در روند نزولی افت قیمت رو شاهد هستیم. این روند نزولی که براتون رسم کردم رو ببینید، دقیقاً نقطه مقابل و عکس روند صعودی هستش. همونطور که روند صعودی برای خودش یه سری ویژگی هایی داره، روند نزولی هم برای خودش یه سری ویژگی هایی داره که دقیقاً برعکس روند صعودی هستش. در روند نزولی سقف ها و کف ها از سقف ها و کف های قبلی خودشون باید پایین تر باشند، یعنی هر سقف از سقف قبلی خودش و هر کف از کف قبلی خودش باید پایین تر باشه که خب
هایر لو هستش، لوور لو هستش که من نمیخوام با این کلمات قلمبه و سلمبه شما رو گیج بکنم. ما میخوایم به زبان بسیار ساده روندها رو به شما توضیح بدیم. خب پس گفتیم که در روند نزولی باید سقف‌ها و کف‌ها از سقف‌ها و کف‌های قبلی خودشون پایین‌تر باشن و تا زمانی که این سقف‌ها و کف‌ها از همدیگه پایین‌تر باشن روند نزولی ما به قوت خودش باقیه. زمانی که این سقف‌ها و کف‌ها دیگه از همدیگه پایین‌تر نباشن و یه سری اتفاقاتی در این روند اتفاق بیفته، روند نزولی ما از هم پاشیده میشه و اصطلاحاً بریک آف استراکچر یعنی تغییر ساختار بازار اتفاق میفته که در مباحث بعدی انشالله حتما خدمتتون توضیح خواهیم داد. این هم از مبحث روند نزولی و اما بریم سراغ آخرین نوع از انواع روندها، یعنی روند خنثی یا روند رنج. خب در روند خنثی ما شاهد حرکت قیمت در بین دو سطح مقاومتی و حمایتی هستیم. حتما شما در چارت ها با روند خنثی روبرو خواهید شد. روند خنثی هم دقیقاً به اندازه روندهای نزولی و صعودی از اهمیت برخورداره و اینجوری نیست که وقتی که بازار به روند خنثی رسید ما نتونیم پوزیشن باز کنیم. اتفاقا در روند خنثی هم یک استراتژی بسیار خوب و عالی داریم که در ویدیوهای بعدی حتما خدمتتون اعلام خواهیم کرد. همونطور که در روندهای نزولی و صعودی هم ما استراتژی خوبی داریم که حتما ویدیوهاشو براتون میذارم. بسیار هم ساده هست و همه هم میتونن ازش استفاده کنن و با این استراتژی ها سود کسب بکنن. اما بریم سراغ توضیح روند خنثی یا روند رنج. گفتیم که گاهی قیمت بین دو سطح حمایتی و مقاومتی حرکت میکنه. ببینید به این میگن یک روند خنثی یا روند رنج که از اسمش هم معلومه. روند خنثی یا روند رنج روندی هست که به صورت مستقیم و بین دو سطح مقاومتی و حمایتی حرکت میکنه و سقف‌ها و کف‌ها در روند خنثی از همدیگه نه بالاترن نه پایین‌تر و تا زمانی که روند خنثی ما در بین این دو سطح مقاومتی و حمایتی در حرکت باشه روند خنثی ما پابرجا هست و به قوت خودش باقی هست و زمانی که یکی از این سطوح بریک اوت کنه و شکسته بشه تغییر ساختار بازار اتفاق میفته و روند خنثی ما از بین میره و اصطلاحاً بریک آف استراکچر اتفاق میفته که همون تغییر ساختار بازار هستش. پس گفتیم که روند خنثی روندی هست که در اون سقف‌ها و کف‌ها از همدیگه نه بالاتر باشن و نه پایین‌تر و بین دو سطح مقاومتی و حمایتی در حرکت باشن. روند نزولی هم گفتیم روندی هست که سقف‌ها و کف‌ها از همدیگه پایین‌تر باشن و روند صعودی هم گفتیم روندی هست که در اون سقف‌ها و کف‌ها از همدیگه بالاتر باشن و قیمت به صورت تدریجی رو به بالا حرکت بکنه. خب امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده رو کرده باشین. سعی ما بر این هست که به زبون بسیار ساده این بازار رو به شما توضیح بدیم. حتما سعی کنید این ویدیو رو استفاده کنید، یاد بگیرید. مبحث روندها بسیار مهم هست. در ویدیوهای بعدی توضیحات بیشتری بهتون میدیم. قصد دارم اول یه دوره آموزشی کامل تحلیل تکنیکال رو براتون بذارم، بعد بریم سراغ مباحث پرایس اکشن، سبک‌های RTM، سبک‌های YTC و بقیه استراتژی هایی که میتونم در اختیارتون قرار بدم. کانال ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، حمایت فراموش نشه رفقا. سعی میکنم هفته چند بار براتون ویدیو آپلود کنم، ویدیوهایی که به دردتون بخوره. حتما ویدیوهای ما رو دنبال بکنید، نوتیفیکیشن کانال ما رو فعال کنید تا اگه ما ویدیو آپلود کردیم سریعا بهتون اعلام بشه. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که هر جا که هستید موفق باشید و ترید هاتون پرسود باشه. تا یه ویدیوهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.